بینندگان گرامی، امروزها خلق سرملت ما در تمام گوشه و کنار، آور و دهات، محله و شهرهای کشور عید پرشکوه 34 سالگی استقلال دولتی ازبکستان عزیزمان را وسیع جشن میگیرند. özbekiston هیچ شک بر این سخن نیست، طفل انسان بی‌وطن نیست. بحری همچون من حبیبت، حب تو پند است فن نیست. özbekiston هفت پشتم را وطن، سرزمینی سرگذشتم، سرنوشتم را وطن. پایدارم در مدارت، بیکنارم در کنارت، ای مرا اهدای تقدیر، استوارم چون حصارت. özbekiston هفت پشتم را وطن، سرزمینی سرگذشتم، سرنوشتم را وطن. سلکی و مرجان توستم، دیده مژگان توستم، تا جهان باقی است انسان، جان توستم. özbekiston هفت پشتم را وطن، سرزمینی سرگذشتم، سرنوشتم را وطن. قسمتم با توست پیوند، قسمتم با توست پیوند، در تو با صد ریشه ام بند. متکای مدعایم کی توانم از تو دلکند. özbekiston هفت پشتم را وطن، سرزمینی سرگذشتم، سرنوشتم را وطن. در تو دردانه تو، جان تو جانانه تو، زادگانت را چو پیمان، انسی جاویدانه تو. özbekiston هفت پشتم را وطن، سرزمینی سرگذشتم، سرنوشتم را وطن. استقلال نعمت به‌بها. من که من ظرف 27 سال این جانب در ترکیب تلویزیون کمپانی ریسپوبلیک ازبکستان در تلکانال ناحیه سوخ راهبری میکنم و امروز تحت غمخواری من سرور دولتمان در تلویزیون سوخ هم دگرگونی کلی به عمل آمد. امروز سودی تلویزیون سوخ با اسباب اسکنه‌های زمانوی چنین تامین کرده شد که البته این چیز را گفته تمام کردن نمیشد. البته این غمخواره است. در یک تلکانال میدکی که من فعالیت میبرم 27 میلیون در روز وسایط اخبار عامه با فرمان پرزیدنتمان با گرفتن آرین دوستی میسر گشتم و این برای من مسئولیت را بار کرد. ما از همین باز روح بلند شده با خادمان تکنیک و ایجادی تلویزیون سوخ کمر همت را بسته برای آباد کردن همین ناحیه کوچک یک پارچه دولت ازبکستان از مرکز دور هست خدمت صدقدارانه میکنیم وعده بدیم و به همه شما هموطنان عزیز البته عید 34 سالگرد وطن محبوب مبارک باشد. بگذار آسمانمان مصفا باشد، حیاتمان فراوان، استقلالیتمان بردوام باشد. با شرافت استقلالیت الحال در ازبکستان زیاده از 500 نفر ایجادکاران تاجیک و تاجیک زبان با نظم و نثر سر و کار دارند. نامی فریدونی فرخزاد به دوستداران کلام بده دیر باز آشناست. روزی کارمندان مطبوعات و وسایط اخباری عمومی مملکت کمینه نیز برای مقاله هایی که در موضوع تحکیم و ترغیب دوستی خلق ها و همجهتی بین ملت ها چاپ کردم با جایزه ملی قلم طلایی سرفراز گردیدم. البته این از اعتبار حکومت کشور و جوانان می باشد. این چنین در ضمیر این پیروزی، در ضمیر این اعتبار رئیس جمهوری مملکت، اعتبار تمام کارمندان ساحه و سیاست خردمندانه‌ای که امروز در مملکت ما عملی می‌گردد نهان است. زیرا در مملکت ما رشد و تحکیم دوستی خلق‌ها یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولتی
به شمار می رود و چند پیش در سراسر مملکت ما فستیوالی دوستی به نهایت در شکوه بلند با شکوه و شهامت خیلی خاصه تجلیل گردید و این البته برای باز هم بالاتر رفتن نفوذ مملکت در سطح جهانی، برای تحکیم نیک همسایگی، برای گسترش رابطه های ازبکستان با دولت های هممرز و با ممالک جهان سهمی خود را دارد. ما جوانان باید از این سیاست خردمندان الهام گرفته باز هم برای تحکیم دادن این رابطه، باز هم برای ترنم و ترغیب کردن این اصلاحات وسیع مقیاسی که آینده درخشان ازبکستان را در ضمیر خود دارد، برای پیشرفت ازبکستان نگرانده شده است. برای همین باید سهم گذاریم. باید امروز که در روزنامه جمهوری آواز تاجیک فعالیت داریم و باید گفت که این روزنامه خود منبری دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک است، برای تحکیم دوستی این دو خلق که رابطه آنها از سرچشمه‌های خیلی کهن، از سرچشمه‌های خیلی تاریخی منشأ می‌گیرد. برای باز هم رشد کردن آن سهم ارزنده خود را می‌گذارد و مردم تاجیک مملکت را با آن نوید و اصلاحاتی که در مملکتمان بهر بنیاد ازبکستان نو عملی می‌گردند آشنا می‌سازد. از فرصتی که به ما دست داد تمام هموطنان را، همزبانان را، کل مردم کشور را با این عید فرخنده که اساس بنیاد وطن است، اساس رشد و نموی دولت است، با عید استقلال صدقاً شاد باش میگیم. الها که همیشه در فضای مملکت ما صلح و آرامی پایدار باشد، دوستی خلق‌ها استوار باشد و مردم ما تمام نمایندگان ملت‌ها در همجهتی دوستانه همدلانه زیست و زندگانی کنند و همیشه نام ازبکستان در سطح جهان با حرف‌های زرین و این روز و روزگار ما در صحیفه‌های تاریخ با حرف‌های زرحلین ثبت گردد میگوییم. برای هر ماه هموطنان عید استقلال مبارک باشد. در چنین روزی فرح بخش مردم سرملتی ما همه وصف وطن مادر می کنند در زبانهای گوناگون، ولی هدف و امید مشترک است. جاویدان باد دوستی، خجسته باد استقلالتی وطن. ز عشق وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم. وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. ها عزیزان، ما باید در این وطن فخر و افتخار کرده عمر بسر بریم، زندگی کنیم. ما باید از امکانیت ها وسیع استفاده بریم، زیرا که وطن چو مادر عزیز است و آن را چون گوهرک چشم نگه داریم. برای تنجی و امانی در وطن بودنش هزارها شکرانه کنیم، شکر کنیم که در این وطن آباد و زیبا زندگی داریم، عمر بسر میبریم. گر وطن دل را تو میخواهی فدا سازم به جان، دل برای مهر تو ای مهر من باشد مکان. دل بدان از مهر تو یک لحظه هم بیگانه نیست، همچو مرغی کرده اندر شاه مهرت آشیان. بر همه شمایان جشن استقلالیت مبارک باشد عزیزان دل. دلم دلنامه چشمان آبی، منم بیدار و اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی، مثالی من چونین عاشق نیابی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شب باران و دامانی بیابان، بیا از دل ببر هوای هجران. سپردم امتحان دل جدایی، در این شب‌های سرد بی صدایی. سپردم امتحان دل جدایی، در این شب‌های سرد بی صدایی.
تپش های دلت را هم صدایم اگرچه مدت از تو جدایم تپش های دلت را هم صدایم اگرچه مدت از تو جدایم میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم بیا به قصد دوری به پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا به قصد دوری به پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شب باران به دامانی بیابان بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران سالهای آخر در ازبکستان نو دیگرگونی ها در همه ساحه ها نظر رسند. علل خصوص همکاری ها در جبهه های گوناگون نه تنها با همسایه کشور بلکه رابطه های فرهنگی و علمی و اقتصادی با مملکت های صاحب اقتدار راه اندازی گشت. در عرفه عید استقلال استادان دانشگاه دولتی سمرقند برای تکمیل اختصاص به ایران سفر کردند. امروز در دانشگاه امام رضا یکی از تاریخی ترین و مهمترین روزهای دانشگاه در حال رقم خوردن هست. مبتنی بر مشترکات متعدد زبانی، فرهنگی و تاریخی دوره‌ای رو با نام دوره بازآموزی زبان فارسی برای اساتید منتخب دانشگاه‌های ازبکستان در حال برگزاری هستیم. بسیار امیدوار هستیم که ارتباط زبانی ما منجر به ارتباط فرهنگی، ارتباط هنری و معماری و ارتباط علمی مداوم و پایدار با دانشگاه‌های بسیار خوب و معظم کشور ازبکستان بشود. امیدواریم که در سالهای آینده این دوره ادامه پیدا بکنه و ما افتخار میزبانی اساتید بزرگی را از کشور ازبکستان داشته باشیم. من وقتی دیروز داشتم در مورد ازبکستان اطلاعات خودم رو به روز می‌کردم متوجه شدم که شاعران بزرگی رو که ما شاعران پارسیگوی و ایرانی می‌دونیم در واقع شاعرانی هستند که از کشور ازبکستان برخاستند. شاعر بزرگی، شعرا و دانشمندان بزرگی مثل ابو علی سینا، مثل بیدل دهلوی، مثل ناصر خسرو همه از این خطه به پا خواستند و امیدواریم که مبتنی بر این مشترکات ارتباطات خونی بین دو تا کشور توسعه پیدا بکنه و امیدواریم که امروز اولین قدم باشد و بعد از این قدم‌های بیشتر، بزرگتر و بلندتری رو برای توسعه همکاری‌ها برداریم. در دوام 14 روز وکیلان ما صاحب سرتیفیکاتی مخصوص گشتند. همزمان از منزل‌های تاریخی، آثارخانه و خیابان‌های زیبا و ناتکرار ایران زمین دیدن کردند. وطن مثل پدر و مادر از نعمت‌هایی است که به ما انسان‌ها از طرف خداوند هدیه کرده می شود. یعنی ما امکان آن را انتخاب کردن نداریم و ما باید شکرانه کنیم که الله مهربان به ما همین گونه یک وطن انعام کرده است که هم زیبا، هم آزاد، هم آباد و هم تنج و آسوده است و الها به این تنج و آسودگی وطن ما چشم نرسد. میدونید که وطن رو، احساس وطن رو، چی بودن وطن رو انسان در مسافرت، در دوری از وطن باز هم خوبتر و بهتر احساس میکرده است. چون که به نزدیکی ما یک گروه استادان و پژوهشگران دانشگاه دولتی سمرقند که در سفر ایران بودیم، در تجربه آموزی بودیم، این چیز رو بیشتر احساس کردیم و ما از این خرسند بودیم که ازبکستان رو در ایران معرفی کردیم و بسیار میخواستیم که علاقه ها، رابطه ها بین دولت ها باز هم مستحکم گردد، باز هم قوی تر گردد، رفت و آمد ها، ارتباطات بیشتر شود و میدونید چی، ما وقتی که به ایران رفتیم، ایران را همین گونه کشف کردیم که یک مردمی خیلی هم مهربان، خیلی هم با التفات، خیلی هم شیرین زبان، خیلی هم دارای یک فرهنگ، مدنیت، معرفت خیلی هم بلند هستند
و البته همه این رفت و آمدهای ما با دیگر دولت‌ها این البته با شرافت استقلالیت جمهوری ازبکستان است که با زیر رهبری و سروری عاقل و عادل دولت ما می باشد. ما می‌خواستیم که با تمام همسایه کشورها، با تمام مملکت‌های دنیا همین گونه رابطه‌ها، همین گونه علاقه‌ها داشته باشیم و البته طوری که گفتم وقتی که دور از وطن بودیم ما وطن رو بیشتر احساس کردیم، وطن رو پزمان شدیم، چی بودن وطن رو باری دیگر حس کردیم، درک کردیم و من الحال میخواستم از فرصت استفاده نموده تمام مردم ازبکستان را با 34 سالگی استقلالیت وطن صدقاً مبارک باد گویم و الها به تنجی و آسودگی به استقلالیت وطن ما چشم نرسد. من همچو وطن یاری وفادار ندارم، چون مهری وطن مهری پرانوار ندارم. با یادی وطن طی بکنم روی جهان را، به یادی وطن قوت و رفتار ندارم. استقلالیت ازبکستان مبارک باشد. امیدواریم این گونه دستورهای تعلیمی و آخوری‌ها در بین عالمان ازبکستان و ایران برای رشد و رونق مملکت‌هایمان صحیفه نو را باز می نماید. این اقدام نیک را باید ادامه داد. ای یار امانه 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 امانه، ای یار امانه 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 امانه، من آمده‌ام لبی تو خندان گردد، قند و عسل و نبات ارزان گردد، هرگاه قدم های تو آید به زمین، سنگا همه و دور و مرجان گردد، سنگا همه و دور و مرجان گردد، ای یار امانه 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 امانه، ای یار امانه 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 امانه، من باغ روم بوی تو از باغ آید، من گل چینم رنگی روحت یاد آید، من گل چینم ورق ورق باره کنم، یادی تو کنم دلم به فریاد آید، یادی تو کنم دلم به فریاد آید، ای یار امانه 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 امانه، ای یار امانه 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 امانه. دامانی تو ای بوتی ستمگر، سر میدی همت نمیدی هر سر، دامانی تو ای بوتی ستمگر، سر میدی همت نمیدی هر سر، ای غنچه دهن لبی تو شکر، دندانی تو همچو دور و گوهر، ای آرز تو حریر از گل، ای زلف سیاه تو منور، ای آرز تو حریر از گل، ای زلف سیاه تو منور، دامانی تو ای بوتی ستمگر، سر میدی همت نمیدی هر سر، دامانی تو ای بوتی ستمگر، سر میدی همت نمیدی هر سر. چشمت بکرش مریخت خونم، میجگانت برم کشید خنجر، چشمت بکرش مریخت خونم، میجگانت برم کشید خنجر، دامانی تو ای بوتی ستمگر، سر میدی همت نمیدی هر سر،